تا کمتر از 2 ماه دیگر 100مین سالروز استرداد و استقلال افغانستان در سراسر این کشور جشن گرفته می شود. قصر تاریخی دارالامان که نماد استقلال و آزادی مردم افغانستان است، 30 سال پس از جشن‌های آزادی شاهد گردش روزگار و بدبختی‌های مردم افغانستان بوده است. اکنون قصر دارالامان چهره تازه به خود گرفته است. قصر دارالامان بین سالهای 1304 و 1306 خورشیدی در زمان سلطنت شاه امان الله خان توسط انجینران آلمانی ساخته شد و این قصر نمادی از دوستی آلمان و افغانستان گفته می شود. قصر که دارای 155 اتاق است و شاه امان الله خان در این قصر مدت 2 سال بود و باش کرد، ولی بعد از 2 سال حکومت شاه امان الله خان با سقوط مواجه شد. قصر دارالامان با هزینه نزدیک به 10 میلیون دلار از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری بازسازی گردیده و تا اکنون 90% کار بازسازی آن تکمیل گردیده است. اداره عملیاتی این پروژه را در 9.5 میلیون انشالله تا 10 میلیون 9.5 میلیون تکمیل میکنن. دیگر این یک صرفه‌جویی عظیم در کار و در وقت نشان میده که ما انشالله این را به پای اکمال خواهد رساندیم. تمام مواد که در بازسازی این قصر به کار برده شده محصولات افغانستان است. مثلا چوب از کنر، از سنگ که ما شما در نما میبینیم، این سنگ چی است؟ سنگ 40 ستون است و در کفش که کار کردیم سنگ چشت است. چگونگی استفاده از این قصر پس از بازسازی نیز پلانگذاری شده است. منزل اول 2 از این یک موزیم فرهنگی شود. منزل 3 از این یک میمانخانه است که امکان داره برای میمانای دولتی بیرونی ساخته شود. در بازسازی قصر دارالامان 1000 نفر مصروف کارند و آنها تلاش دارند تا کار قصر دارالامان را هر چه زودتر به اتمام رسانند. امروز لله الحمد بخش استراکچر ما از صفر تا وسط کارش تکمیل شده، اما به صورت مجموعی میشه بگوییم که 90% کار بازسازی قصر دارالامان تکمیل شده. در سالهای دهه 60 خورشیدی وزارت دفاع افغانستان از این قصر استفاده میکرد. در کودتای 16 دل و 1368 خورشیدی به رهبری جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین افغانستان علیه دولت دکتر نجیب الله این محل هدف بمباران قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد. از تخریب این قصر تا اکنون بیشتر از 20 سال میگذرد. حکومت افغانستان در سال 1395 خورشیدی تصمیم بر بازسازی مجدد این قصر گرفت و تا اکنون 90% کار بازسازی از این قصر به پیش رفته و قرار است در 28 از 100 سال روان به مناسبت 100مین سالروز استرداد و استقلال افغانستان این قصر توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح گردد. شفیق کریمی، رادیو آزادی، کابل.